امروز میخوام بهتون فیلمی رو معرفی کنم که زندگیم به دو بخش تقسیم کرد. قبل و بعد از دیدن اون فیلم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به نقد فیلم با پوریا. اون فیلم تو سال 2006 فصل اولش منتشر شد و تونست از مخاطبا نمره IMDb 8.6 رو به دست بیاره. پس قطعا دیدنش ارزش وقتی که میذارین رو داره. اسم این فیلم دکستر مورگانه. اون در سال 2006 8 فصل منتشر کرد که هر فصلش 12 قسمت جذاب و دیدنی و واسه بیننده به نمایش گذاشت. در سال 2021 یک فصل دیگه منتشر کرد به نام نیو بلود یا خون تازه. نیو بلود یک فصل بود 10 قسمتی. اونم تونست از مخاطبا نمره 8.7 رو به دست بیاره. اما سریال دکستر همینجا به پایان نرسید و سال 2024 فصل جدیدی منتشر شد به نام گناه اصلی. ولی گناه اصلی جذابیت فصل قبلی رو نداشت چون بازیگر اصلی فیلم عوض شده بود. این فصل تونست نمره IMDb 7.8 به دست بیاره، ولی به نظر من این نمره واسهش زیادی هم هست. اما کار اینجا تموم نشد. تازگی در سال 2025 اما فصل جدید منتشر شد به نام رستاخیز. حتی در این فصل از یک بازیگر ایرانی هم استفاده کردن و تونست نمره IMDb 9.1 به دست بیاره. به نظر من این فصل شاهکار بود و در 10 قسمت جذاب و دیدنی منتشر شد. اگه شما هم دوست دارین این فیلم جذاب و دیدنی رو تماشا کنید، واسه هم کامنت بذارین تا لینک دانلود رایگان و بدون سانسورش رو واسهتون بذارم. حتما سابسکرایب و لایک هم کنید تا انرژی بهم بدین و بتونم فیلم های جذاب و جدید و بهتری رو بهتون معرفی کنم.